علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، درس امروزه ما بسیار یک موضوع وسیع است. موضوعی است که قریب در هر یک آیت شما میتوانید که به این موضوع روبرو شوید. بنابراین از شما خواهش میکنم که این موضوع را یا که این درس خوب به دقت بخونیم. خب، درس امروزه چی است؟ موضوع احکام حرف را. ما یادتون باشد اگر حرفا را دو تقسیم کردیم، استعلا و استفاله، گفتیم که موضوع حرفای استعلا فلان ها هستند و موضوع حرفای استفاله فلان حرف ها هستند. اما از داخل حرفای استفاله باز یک حرف دیگر استثناء گفتیم، یعنی حرف لامی که در کلمه در اسم الله بود، او را ما علاهیده یک حکم دادیم. غوث تنک خواندن دو حالت داشت گفتیم. انا اکنون باز از درون همون موضوع استفاله باز یک حرف دیگر هم ما مستثنا، یعنی میگیریم استثناء میکنیم. این حرف را است. یعنی غمگین نشوید، فقط دو حرف است که استثناء است از حرفای استفاله. تمام، دیگر بعد از این همه حرفای موضوع استفاله است. چه خیلی که قاعده استفاله خوانده گیریم همون شکل شما خوانده رفتن میگیره. فقط این حرف را است که باز به خودش حالتهای دیگر دارد. خب، ازا حرف را از جمله حروف می باشد که وابسته به حرکتش یا حرکتی حرفی ما قبلش و یا اینکه وابسته به موقع جایگیر شویش در بین دیگر حرف ها گاه تفخیم و گاه دیگر ترقیق خوانده می شود. یعنی حرف را از جمله حرف های هست که ما حرکتی همون حرف نگاه کرده بعضا که مثلا چی حرکت دارد. حرکت در درس پیشینه خونده بودیم که زبر زیر پیش بود. یعنی گاه حرف را به خاطر حرکتش و گاهی دیگر به خاطر حرکت حرف پیشینش، یعنی پیش از حرف را بودگی، و یا اینکه بعضا یک حرف پیش از حرف را می آید یا اینکه بعد حرف را یک حرف می بیاید که تأثیر میکنه در حالت همین حرف رای ما. یعنی حرف را حرفی است که از همین راه ها تأثیر میپذیرد. یا حرکتی خودش تأثیرش میکند، زبر یا زیر یا پیش، یا حرکت حرف پیشینش تأثیرش میکند، و یا اینکه سیم حالت یک حرف آمدگی از پیش از حرف را که در حالت حرف را تأثیر کردگی است. و به همین خاطر یعنی حرف را گاه تفخیم غفظ خوانده می شود و گاهی دیگر ترقیق باریک خوانده می شود. خب، من خیلی یک شکل ترتیب دادیم. یعنی حرف را نیز به دو قسم جدا می شود، تفخیم و ترقیق. اکنون امروز ما اولا درباره غفظ خواندن، تفخیم خواندن حرف را میگذاریم که در کدام حالت حرف را غفظ خوانده می شود. تفخیم حرف را یعنی غفظ خواندن حرف را. سوال: حرف را در چند حالت تفخیم خوانده می شود؟ جواب: حرف را در 6 حالت تفخیم خوانده می شود. یعنی در 6 حالت ما فهمیدیم که حرف را غفظ خوانده می شده است. یکم و دویم حالت، در حال یکم و دویم هم میگیم برای آسان فهمیدن شدنش من هم خیلی کردم. یعنی علاهیده یکم گفته مثال نآوردم، دویم گفته مثال نآوردم، بلکه آسان فهمیدن شدنش هم خیلی گفتم. یکم و دویم: اگر حرف را مفتوح یعنی فتحه دار و یا مضموم ضمه دار باشد. یعنی چی؟ اگر حرف رای ما زبر داشته باشد، این اولین حالتی است که حرف را غوص خوانده می شود. و یا اینکه دویم حالت اگر حرف رای ما پیش داشته باشد، ضمه داشته باشد. گفتیم که حرف را از روی حرکتش یکم اعتبار داده می شود غوص و باریک خواندن شد. پس فهمیده می شود که اگر حرف را حرکت فتحه داشته باشد غوص خوانده می شود یکم حالت. دویم حالت اگر حرف را حرکت ضمه داشته باشد، در این حالت نیز حرف را غوص خوانده می شود. از روی مثال ها خوبتر می فهمیم. مثال: قل اعوذ برب الناس. برب الناس، بینید حرف را حرکت فتحه دارد، بنابراین ما بربی نگفتیم، بربی نه، برب الناس. برای که حرف را غوص تلفظ کنیم، نوک زبان هر چقدر قفا رود همونقدر غوص شدن میگیرد. یه بار مشق کنید: ربی 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 ربی، اساسا قفا رفتن گیرد، را 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 را، بینید غوص شده رفتن میگیرد. بنابراین حرف را غوص خوانده میشد. قل اعوذ برب الناس. یا که مثال دیگر: قل اعوذ برب الفلق. این هم مانند همین. دیگر مثال:
و امرأته حمالة الحطب را بینید و امرأ نگفتیم و امرأته نادرست می شود و امرأته. خب مثال دیگر اذا جاء نصر الله والفتح. حرف را حرکت زمه دارد. دویم حالتی که حرف رای ما غوص میشد حرکت زمه داشتگی بود، در حالتی که حرکت زمه می داشت. خب به همون خاطر اذا جاء نصر الله والفتح خواندیم. دویم قل یا ایها الكافرون کافرون. دیدید حرف را ما حرکت زمه دارد غوص خوانده شد. البته که حرف را وقتی حرکت زمه داشته باشد مانند حرف رایی که فتحه دارد زیاد احساس نمی شود غوصش، اما به هر حال کافرون نمیگیم بلکه کافرون کما که غوص خوانده میشه. یا مثال دیگر نار الله الموقده نار الله الله. خب حرف رای ما غوص خوانده شد به خاطری که حرکت زمه دارد. اکنون یک ایضاح یک نکته را باید خوب دقت دهیم که مادام که ما گفتیم حرف را اگر زبر داشته باشد غوص خوانده می شود یا پیش داشته باشد غوص خوانده می شود، پس حکم تنوین ان و یا تنوین اون نیز به مانند حرکت فتحه و ضمه می باشد. یعنی مادام که زبر داشته باشد غوص خوانده می شود، پس دو زبر هم داشته باشد غوص خوانده می شود. یا که مادام که پیش داشته باشد حرف را رو باشد یعنی غوص خوانده می شود، پس دو پیش هم داشته باشد حرف را غوص خوانده می شود. مثال نار حامیه. بینید حرف را دو تا پیش دارد غوص خواندیم نار حامیه. یا که دیگر مثال سیصلا نارا ذات لهب نارا ران گفتیم نگفتیم که نارن نگفتیم نارا ذات لهب. یا که دیگر مثال و ارسل علیهم طیرا نمیگیم طیرا نادرست است طیرا ابابیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل. این بود دو حالتی که حرف رای ما غوص خوانده میشه. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.